هرچندی کوالسیون دژی داعش لعراق پشت دکه که داعش دی نزیک تک بچه باوری نینه که ترور و تندروی لحرم بداوی به لگور راوشکاری اولکاریان اجتماعی حریم کردستان عراق مسرور برزانی. داعش مگمان نیه با آوائی که لشکری تک بچد لموصل از هیویمه و هر وصال سرانسری عراقه اصنا باورم شکستنا داعش و ببت داویا تیرور العراق و هرمه. بارزانی دبینه که ایدئولوژیا داعش ده هر لنک که هن آلیگرین گروپ بردوام که جبرولو ده پیوستی به شرکی نلشکری هبه رنگ شرکی آگاهداریه به اول سرانسری جهانه. لجبو پیک آینا وی که به کیمانی پیوستی به هفریزیه که هی دناورا پیکاتین عراقی ده. از هر دم باور دکم که دوی دیالوگ و لحفاتن که سیاسی لنافبرا همو پیکاتیان هبه. اف پیکاتیان که شر باندور لوان کری مسیحی ازدی کرد و حتی عربیش. اف پیکاتین که راستی کشتن ویرانی بیشونوار بونو زیان دنن مزن بونو تنی سقامگیری در روشوان باش بکه وان پیوستی با آلیکاره که بهتر هیج آلی امریکا و لگور کاترین کامرون پورتر سروکاری خستنا جواتا سرکرداتی یا مافی مروف. I think of all the IDPs. از لدور روشو همی کسین بیشونوار بوی لحرم کردستان مجول دبم و چاو خمخور حول ددن آلیکاریا وان بکن و وان جدر نینن. اف جهه شرمزاریه که ام نکاریم پتر آلیکاریه بکن. اصل گل هن سناتوران آخویم و ما بحثا پیوستیاوان آلیکاریا کر. لی پرسگیره که نتنه داعش و تک برناوانه او دناورا حکومت و خلکین هن ولاتین هرمه ده و رنگ عراق جی دناوان ده. لگور دیوید پالک لی کولر پیمانگه واشنطن سیاستا روجلاتا نزیک. Going to find a new situation. راستی امی روپریه روشکی ببن گو کشین مازنتر در کوین هوله جدا شیجی مازنتر پرسا سرخوابونا کردستانه پرسا ایران و رولاوه یا ترکیه و رولاوه اف دی گوهرین مازن بن پشتی داعشه و هیوی اواک و اف گوهرتن با آواکی آشتیانه ببن و زیان نگهینن خلک سویل. رفراندوم سرخوابونا حریم کردستان کنها پلان جرا دبن ما فکی روای خلک حرمه لگور بارزانی که ده برسوا پرسیاره که ده لدور ریاکسونا ولاتین حرمه در بری. از نکارم جبر ولاته که دن و با آخوم که او پشگریا رفراندوم دکن یا نه لی امرجدین لدور رفراندوم و اموی بنیرین که خلک مچ ده بیجه. لبرانبر نشانین بربچاوین شکستنا داعش لموصل و عراق بتواهی گلک پرسیارین به برسف هنه روجا ایرو لدور کشه و گوهرتنین که رنگ عراق پشتی داعش راستی به. صالح دمیجر دنگ امریکا.